سلام به همه دوستای کوچولوی من. به دنیای جادویی یادگیری خوش اومدید. امروز قراره با هم متضادا رو یاد بگیریم. متضادا یعنی کلمه‌هایی که معنیشون کاملا برعکس همدیگه است. آماده اید؟ بیایید شروع کنیم. این توپ خیلی بزرگه. این یکی توپ کوچیکه. بزرگ، کوچیک. بزرگ، کوچیک. این زرافه قدش بلنده. این آقا موشه قدش کوتاه هستش. بلند، کوتاه. بلند، کوتاه. این آقا پسر گرمشه. این پسر کوچولو سردشه. گرم، سرد. گرم، سرد. اینجا روز هستش و وقت بازی. اینجا شب هستش و وقت خواب. روز، شب. روز، شب. این آقا خرگوشه خیلی سریع حرکت میکنه. این لاک پشته خیلی آهسته حرکت میکنه. سریع، آهسته. سریع، آهسته. این دختر خانوم لباسش تمیزه. این آقا پسر بازی کرده و لباسش کثیفه. تمیز، کثیف. تمیز، کثیف. این بچه ها دارن بازی میکنند و خوشحال هستند. این آقا پسر باید بره خونه و غمگینه. خوشحال، غمگین. خوشحال، غمگین. این دختر کوچولو با مامانش لباسا رو بند انداختن و خوش شدن. این بچه ها زیر بارون هستن و خیس شدن. خشک، خیس. خشک، خیس. این دختر کوچولو در جعبه کادوشو باز کرده. در جعبه کادو که دست این پسر کوچولو هستش بسته است. باز، بسته. باز، بسته. این جعبه اسباب بازی خالیه. این جعبه اسباب بازی پره. پر، خالی. پر، خالی. دوستای عزیزم، بیایید با هم متضاد کلماتی که یاد گرفتیم و حدس بزنیم. مخالف خوشحال چی میشه؟
آفرین، ناراحت. مخالف کثیف چیه؟ آفرین، تمیز. مخالف گرم چیه؟ درسته، سرد. مخالف سریع چیه؟ آفرین، کند. مخالف خیس چیه؟ آفرین، درسته، خشک. مخالف باز چی میشه؟ آفرین، بسته. مخالف کوتاه چیه؟ درسته، بلند. مخالف کوچیک چی میشه؟ آفرین، بزرگ. مخالف شب چیه؟ آفرین، روز. مخالف خالی چیه؟ آفرین، پر. کوچولوهای عزیز، چقدر خوب متضادا رو درست حد زدید. حالا شما بگید دوست دارید با چه متضادای دیگه‌ای بازی کنید؟ تو کامنت ها برام بنویسید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای جدید عضو کانال بشید. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ دوستای کوچولوی من.